بچه‌ها سلام، وقتتون بخیر باشه. به جلسه دوم جلسه صفرمون خیلی خوش اومدید. قسمت دوم جلسه صفرمون خیلی خوش اومدید. خب با همدیگه یه سری موضوعات و آفت‌های زبان آموزان رو بررسی کردیم. بسیار هم عالی. حالا میخوایم یه خورده شما رو در واقع میشه گفتش که با دنیای مدرنی که خودتون قبلا باش آشنا هستین بیشتر آشنا بکنیم و ببینیم توی مسائل آموزشی چطور میتونیم از این ابزارهای جدید استفاده ببریم که بسیار هم پرکاربردن. سایبر اسپیس اند سوشال نتورکینگ، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. آیتم به آیتم میخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم. ناگفته نماند. ببینید بچه‌ها، ما یه حالت کلاسیک داریم که فراگیر که شما باشید و دبیر، معلم، آموزگار که بنده باشم توی فضای فیزیکی به نام کلاس درس میایم با همدیگه به بحث و مباحثه و گفتگو و حل مسئله میپردازیم و ازش یه آگاهی دریافت میکنیم. توی این فضای فیزیکی تدریس اتفاق میفته، سنجش و ارزشیابی و آزمودن اتفاق میفته، چک کردن تکالیف هم اتفاق میفته. هنوزم که هنوزه توی فضای مدرن امروزی ما اون اتفاقات به جای خودش باقی هستش. هر اون چی که اینجا بهتون میگم جنبه کمکی برای شما داره و کمکیار شما و همیار شما هستش. ببینیم آیتم اول چی میگه. میگه حالت کلاسیک سیستم یاددهی یادگیری اون حالتی بودش که در واقع توی فضای فیزیکی معلم و دانش آموز با همدیگه راجع به مباحث درسی کار میکردن. دست شما در نکنه. در واقع اومدن یک بعد جانبی و کمکی که به فراگیران کمک میکردش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بودن که امروزه خیلی پرکاربرد هستن. اسمشون شما بهتر از من میدونید، از پیام‌رسانه‌های داخلی یا پلتفرم‌های داخلی گرفته تا پلتفرم‌های خارجی، تا اونایی که چند رسانه‌ای هستن تا اونهایی که در واقع میشه گفتش بیشتر بستر پیامکی فراهم میکنن. اما بیایم اینطور بگیم، یا شما بچهای پایه 10، 11، 12، یا شما یا ولی محترمتون، یا پیام‌رسان داخلی یا پیام‌رسان خارجی، هیچ فرقی نداره. یعنی کانال تلگرامی که من دارم عیناً همون کانال تلگرام، کانال سروش هم دارم. اصلا من الزاما نمیخوایم بچه‌ها رو درگیر فضای مجازی بکنیم، چه خود بچه‌ها که اکثر بچه‌های من خب گوشی و هوشمند دارن، چه طبق صلاح دید اولیای محترم ولی محترم، فرقی نمیکنه. چه اتفاقی قراره بیفته؟ من بذارید کانال آموزشی رو بهتون نشون بدم بچه‌ها. این کانال آموزشی من هستش. در حال حاضر این کانال آموزشی منه. آخرین پیامی که توی این کانال آموزشیم گذاشتم یه عکسه که بچه‌ها بهتون که گفتم هر دانش آموزی هر پایه‌ای برای خودش یه آیدی داره که میتونه با اون آیدی با من در ارتباط باشه، چه تو پیام‌رسان داخلی چه تو پیام‌رسان خارجی. هر کدوم از بچه‌ها که تکلیفش مشخص شدش که با من 1 سال تحصیلی رو داره، تکلیف نوع پیام‌رسانش مشخص شد، تکلیف این که خودش میخواد پیام بده یا ولی محترم، هیچ فرقی نداره. این آخرین پیام در واقع میشه گفت کانال من هستش. بر طبق همین زیر هم طبق توضیحات فارسی در واقع این مشخصاتی رو که خواسته به طور خصوصی برای من ارسال میکنه که میگه آقا حاضر من هستم. این اعلام حضور رو اینطوری میکنه. خب این که تلگرام تو سروش هم عیناً آخرین پیامش همین پیام گذاشته شده. پس من میخوام بچه‌های من به طور خصوصی به من پیام بدن یا ولی محترمشون پیام بده. همچنین ما با تیم‌های آموزشی و مجریان آموزشی هم در واقع در ارتباط هستیم. من خب چی فرهنگ؟ مگه ما تو اون حالت کلاسیک نمیایم دوره هم هر چی باشه تو کلاس بگید دیگه؟ ببینید بچه‌ها، مثلا میگم هر جلسه من تکلیف بچه‌ها میگم که آقا آخر تایم میگم که چی ازشون میخوام. اما هر هفته توی اون آیدی هم که بهم پیام دادن تکلیفشون رو براشون میفرستم. فلانی من اینو ازت میخوام ها. این یادآور خوبیه. یه وقتی از 3-4 روز میگذره دانش آموز میره یه مبحث درسی رو بررسی بکنه، یه جا به مشکل میخوره، سری برای من عکسشو میفرسته، صفحه شماره آدرسشو میده، میگه آقا میشه همینو برای من راهنمایی کنید. یه وایس 30-40 ثانیه‌ای بهش میدم، اون قضیه رو توضیح میدم.
این دیگه آپشن هستش، اختیار کمکه که میاد به در واقع کمک زبان آموز که هر جایی گیر کردش با من در ارتباط باشه. حالا راجع به انجام تکالیف صحبت شدش. آقا تکلیف ها رو چطوری بفرستیم؟ اولش که قرار نیست بفرستید، سر کلاس من چک میکنم. دومندش کی باید انجام بدید؟ بچه ها توصیه من اینه که 48 ساعت بعد از اینکه تدریس سر کلاس انجام شد بچه ها تکلیفشون رو انجام بدن. چرا؟ برای اینکه بچه ها فراموش میکنن. اما عرف بچه ها اینطوری شده که میذارن تکلیف ها رو شب قبل از جلسه بعد. خب از هفته قبل یادت رفته، این بی‌انصافی در حق خودت. بعد فرداش هم که میای خب یه سری محتوای جدید داریم، اون هفته قبل رو که فراموش کردی، این هفته جدید هم بر مبنای همون زنجیره آموزشی که تو کلیپ‌های قبلی توضیح دادم متصل به محتوای جلسه قبلشه، اصلا از هم جدایی ندارن، این زنجیره است که به هم وصله. خیلی خوب، پس توصیه من 48 ساعت بعد از در واقع کلاسی که با هم داریم لطفاً تکالیفتون رو انجام بدید، نذارید برای شب قبل از جلسه بعدش بمونه. تکلیفت هم که انجام دادی پاسخنامه‌اش هم هست، میتونی چک بکنی. Can I send my homework via cyberspace؟ میگه آیا من میتونم تکلیفمو توی فضای مجازی براتون بفرستم؟ بله من سر کلاس چک نمی‌کنم. چرا چک می‌کنم؟ ولی اونجا هم میتونی برای من بفرستی. یه وقتی از دانش آموز ناخواسته به هر دلیلی، خدای نکرده مریضی، چیزی اتفاق ناگواری، خدای نکرده دور ازشون غایب میشه، ولی تکلیفش انجام داده، سری عکساشو برای من میفرسته، میگه نگاه کن آقا ما به این دلیل غایب بودیم ولی من کارامو انجام داده بودم. بله میشه. آقا اینجا اجباریه؟ هیچ اجباری نداریم بچه‌ها. نه، اینا ابزار کمکی آموزش هستن، اینا به شما کمک میکنن. خب میگه که برای 1 سال تحصیلی چه ولی چه زبان آموز محبت کنید برای 1 سال تحصیلی لطفاً عضو کانال بنده باشید، چه توی تلگرام چه توی سروش. انتخاب با شماست، چون این دوتا هیچ فرقی با هم دیگه نداره. channels different parts and features. خب حالا میگیم آقا این کانال شما چه قسمتایی داره، توش چه محتوایی داره، میشه یه راهنمایی بکنین ما رو؟ ببین هر کانالی که شما واردش بشی معمولا یه دونه پیام پین شده داره، رو پیام پین شده بزن. خیلی خوب، این پیام پین شده، سلام و ادب و احترام خدمتتون تقدیم کرده. میگه آقا همین کانال در سروش. آقا من میخوام برم از تو سروش چک کنم، روی این لینکش بزن. باز توی سروش هم که بری نوشته همین کانال در تلگرام، بیا وارد تلگرام شو. هیچ فرقی هم نداره. بچه ها کتاب وزارتی 10، 11، 12 به علاوه پاسخنامه‌شون، یعنی هرچی تمرین توی کتاب وزارتیتون هست، کتابکار کتاب اصلیتون هست، چه 10، 11، 12، همه اینا رو با پاسخنامه‌شون براتون گذاشتم. همچنین همه فایل‌های صوتی وزارتی، هر فصلی از کتاب وزارتیتون تو هر 3 تا پایه برای خودش فایل‌های صوتی 7، 8 تا 6، 7 فایل صوتی داره. همه اون فایل‌ها رو براتون دسته گذاشتم، میتونید بهش دسترسی داشته باشید. اون فایل اکسل بودش که راجبش توی تایم بعدی جلسه بعدی صحبت میکنم. خب کجاست؟ توی کانال همین اینجا گزارش عمل کرده، اسم فایل اکسل گزارش عمل کرده زبان آموزانه، چندین شیت مختلف داره که براتون توضیح میدم. خب اینجا میبینید همین کلیپایی که الان داریم ضبط میکنیم برای بچه‌ها تو هر 2 تا کانالم میذارم، همیشه دسترسی داشته باشن، به خصوص کلیپ امتحان نهایی که در واقع میشه گفتش که ماهای آخر منتهی به خرداد بسیار به درد بچه‌ها میخوره. از الان جواب خیلی از سوالاشون رو دادم. خب بعد از کلیپ‌ها میگم آقا پایه 10، 11، 12 هر کدوم برای خودشون یه تعداد تکلیف دارن. درسته من هر هفته برای بچه‌هام تکلیف‌ها رو میفرستم، اما اینجا لیست کامل همه تکلیف‌های یک پایه رو نوشتم، بعد پایه 11، بعد پایه 12. تو اکسل هم تو یکی از شیتاش من همین رو گذاشتم، بچه‌ها دسترسی دارن. خب بچه‌ها هر سال که امتحانات خرداد برگزار میشه 10، 11، 12 من خود سوالاتشو و پاسخنامه‌شو مثل یه دانش آموز میرم جواب میدم، انجام میدم، پی دی اف میکنم، اینجا براتون میذارم. الان خرداد 403 که گذشت رو سوالاتو با پاسخنامه‌اش براتون گذاشتم، لینک داره، روش لمس که بکنید شما رو میبره دقیقاً جای فایلاش و در اختیارتون میذاره.
بچه‌ها میگن آقا ما فرهنگ لغت هم لازم داریم. میگم بله لازم دارید. من از پایه هفتم یه زمان که بچه‌هامو درس میدادم چندین سال پیش، اونجا بچه‌های من دیکشنری برای خودشون داشتن. ولی بچه‌ها شما وقتی توی این گوشیتون از اپ استور گرفته تا گوگل پلی استور گرفته دیکشنری که تایپ بکنید یه عالمه فرهنگ لغت براتون میاره. اما اون چیزی که من ازت میخوام لینکش رو اینجا برات گذاشتم. اگه گوشید iOS تبلتت iOS رو لینک بالایی بزن. اگه گوشید یا تبلتت اندرویدی رو لینک پایینش بزن. من این دوتا فرهنگ لغت رو میخوام چون اینا استانداردترین و ساده ترینن برای شما. خیلی هم کمکتون میکنن. خب بچه‌ها راجع به شهر درسم من یه کلیپ چند دقیقه‌ای براتون ضبط میکنم. اما اینجا بگم که آقا چنانچه شما آقا خب وبسایتتون کجاست؟ شما اصلا نیاز به وبسایت ندارین. شهر درسم به فارسی چه به انگلیسی بنویسین براتون سایت میاره. لینکش رو اینجا هم گذاشتم براتون. خب میگه آقا من دوست دارم علاوه بر درسایی که شما به ما میدین کتاب خارج از چارچوبم مطالعه بکنم. یعنی هم سطح با خودم ولی خب کتابایی که الزاما موضوعاتش آموزشی نیست. میگم برات توی یه کانال جانبی گذاشتم. یکی دیگه میگه آقا من دوست دارم فایل صوتی بیشتر گوش بکنم. میگم برات توی یه کانال جانبی گذاشتم. فقط کافیه این لینکش رو لمس بکنی برات میاره. این کانال جانبیه فقط فکر میکنم توی تلگرام. آره فقط توی تلگرامه. دست آخرم اینجا پایه 10 11 12 برات در واقع میشه گفت آیدی مختص همون پایه رو گذاشتم که میتونی با من از طریق پایه‌ای که دارید از اون طریق از طریق این خدای من در واقع آیدی ها با من در ارتباط باشید. خیلی خوب. یک خیلی دوستتون دارم. دو خسته نشید. یه چند تا کلیپ دیگه هم مونده. سه از فضای مجازی استفاده بکنید در جهت آموزش. بسیارم کمک حال خوبیه. اوقاتتون بکام.